اینجا سرودی ملی سرویده می شود و دسته ها در ترنم سرودی ملی هستند. خب تا اون لحظه که حالا میگویند که اینجا صدا هست به هر دم سرودی ملی رو گوش میکنیم. خب دوستان گرامی، دسته ها اکنون با بازی شروع میکنند. طوری میبینید اینجا حالا داوری بخوری امروز در این بازی بختیار کامیلوف از شهر کولوب مسئولیتی بلند دارد. سر داوری این بخوری است با او سوربون احمدزاده و طاهر بهرام، اینها هم از شهر کولوب کمک میرسونند. خب از دسته ها پیشنهاد میشود به حیث میزبان این وخوری کلوی مرکزی ورزش ارتش است بیاید شناس بشویم. دروازه‌بان حسین‌الدین محمد علی است، رقم 16. کامران میرزاخان کاپیتان این دسته رقم 4. بختیار عظیموف رقم 3. اسرائیل خولوف 22. کامران ابراهیموف 20. جانبک شریفوف 7. شیروز شریفوف رقم 6. انانی جولیوس گاناگی رقم 8. وایسیدین سفاروف 21. شهباز حبیبوف رقم 9 و لوکاس کوین از کامرون که اینجا با حیث تحت رقم 19 بازی میکند. خوب سرمربی این دسته شمشیدین قاسموف است که ما خوب میدونیم و حالا بیاید شناس بشیم. الکی بابا بختیار کامیلوف رو هم نشان میدهند. داوری بازی امروز سرداور است، مسئولیتی بلند دارد. خوب دسته برچم امروز با چنین هیئت در میدان است. خوب شمشیدین قاسموف در این لحظه ها پیش روی ما است. خوب دیگر مسئولان این وخوری هم اینجا هستند. خوب الفبک بیروموف هم با نشان داده بشود. خوب صلاح‌الدین غفوروف در نزدش است. خوب باید شناس بشیم با حیث دسته برچی. دروازه‌بان کوی گودسونی گاناگی است رقم 27. برکت الله نعمت الله زاده رقم 5. محمد کمال از گانا رقم 6. سید اسرائیل سعیدوف رقم 2. جاویدان خوشوقتوف رقم 8. ژیروس اونانا 13. موسی قهاروف 14. میرون مدامینوف 9. رحمتشو رحمتزاده رقم 3. ازبک دلیف 10 و فردریک اسانته از گانا این بازیگری رقم 11 است. الفبک بیروموف و بازی هم شروع می شود. خب اینجا اگر همین طرز توجه کنیم، کلوی مرکزی ورزش ارتش با حیث پیشرفت چمپیونات مملکت اینجا هنرنمایی میکند. بعد سه وخوری این دسته 7 امتیاز دارد، 2 غلبه و حالا طوری میبینیم بازی شروع شد کلوی مرکزی ورزش ارتش و برچی و امروز ما باز خواهیم دید که چگونه این دسته ها با هم بازی کنند، زیرا کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی‌هایش خیلی جالب هستند. 2 غلبه در این مدار به دست آورد، 1 مساوی دارد و 5 گل زده است و از دروازه‌اش 1 گل گرفته است.
7 امتیاز دارد. البته دستایی که 7 امتیاز دارند اینجا خیلی هم زیاد هستند. از کدام خاطر بخش باختر هم 7 امتیاز دارد، هولبوک وسه هم و اسکای دوشنبه هم 7 امتیازی به دست آوردند. خب با این نگاه نکرده امروز دور چهارم است، چون دور چهارم الکی میتواند در اینجا باز تغییرات با وجود دارد. خب انتظار نشیم. هجوم اولین کلوب مرکزی ورزش ارتش سربازان است و حالا طرز میبینیم باز فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش از کنار راست توپ رو به مرکز میپرتویند. اینجا حالا در این لحظه ها بختیار عظیموف باز به کنارتر. خب در این بازی هایی که ما وقتهای اخیر در این سه دور چمپیونات مملکت دیدیم، دسته کلوب مرکزی ورزش بسیار هم عالی بازی میکند. عالی بازی میکند با کدام خاطر؟ به همون خاطره که یکدیگر رو خیلی عالی بفهمند و حالا اینجا که در این برابر ما هجومی قطع شده کلوب مرکزی ورزش رو میبینیم. امکانیت دارد. برچی هم که در موسم این ساله بسیار بازی جالب هم نشان داد. از کدام خاطر؟ از همون خاطر که اگر با ریگارتاداس یک بازی خوبی هم داشت اما با مغلوبیت دوچار شد، ولی با این نگاه نکرده بازی فوتبالبازی این دسته خیلی خوب هم بود. خب این لحظه حالا ببینید صدای کرنای اینجا مخلصان هستند که برای دستگیری دستشون اومدن، اما نه آنقدر زیاد. خب در این باره الکی با شما گفتیم که مخلصان در بازی های چمپیونات تاجیکستان خیلی کم هستند، ولی به این نگاه نکرده فوتبال جریان دارد و بازی ها آهسته آهسته و به جای اساسی خود می روند. اینجا حالا از کنار فیض‌الدین سفروف بازیگرانی خوب شناخته هم در دسته کلوب مرکزی ورزش هستند و اولین خطا در اینجا صادر می شود و در حالی که اینجا ما حالا ببینیم که فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش برای زدن ضربه آماده می شوند. پیش از همه اینجا فیض‌الدین سفروف این شد، حالا بله فیض‌الدین سفروف ضربه ها رو اجرا میکند مانند پیشین، اما حالا اینجا این لحظه ببینید او شیروز شریف رو به نزد این توپ میفرستد تا که ضربه زنند، اما از دو یک ضربه خواهند زد. دفاع دسته برقچی ولی از همه میگذرد و توپ به بیرونی میدان میرود. دقیقتش خیلی کمتر بود. اینجا کامران مرزاخان هم کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به صف پیش آمده بود تا تواند که هرچی نباشد با حملگران کمک کند. کوی گاتسون دروازه‌بان دسته برقچی اصلا اگر با همین رفتی مسابقه نظر کنیم دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا این بازی 39 خود را برگزار میکنند. حالا ببینید از نیمه میدان برقچی توپ یک باره با سوی کلوب مرکزی ورزش ارتش نمیاد. اینجا خیلی خوب دفاع میکنند. حالا اینجا باز یک برخورد است و برخورده که اینجا حالا یک لحظه میبینیم این حالت بود که اینجا محض نفر زده از پای افسون نشد که در بازی حالا ما او را جستجو خواهیم کرد. اینجا به نظرم حالا هجومی فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش امکانیتی خیلی عالی بود و حساب کشوده می شود. نه اینجا دوور حالا بایرقش رو بالا میبردارد و اشاره میکند که این توپ وارد توی دروازه شد، بله به مرکز میدود. حساب کشوده می شود. دوستان گرامی این بورونوف است. در همین حالی که ما اینجا حالا دوستان گرامی میبینیم بورونوف توانست که حساب را باز کند. حرکتی خیلی عالی داشت عبدالخلیل بورونوف. این گل اولینش در موسم این ساله چمپیونات مملکت است. ما خوب میدونیم که عبدالخلیل
боронов чигуна ҳуҷумҳои хубро бо гол ҷамъбаст мекунад. худ гузариши ҳамон аз пои муҳофизатгар ҳам инҷо ҳоло биёд ин боронов аст, бисёр хуб ҳаракат мекунад. хуб зарбаи олияш ва тӯб маҳз ба муҳофизатгари дастаи барқчӣ муҳаммад камоли ганагӣ бармехӯрад ва ворidi тӯри дарвоза мегирад. як бори дигар биёед инҷо ҳоло боз таваҷҷӯҳ мекунем. ҳамин гуна ҳам ҳаст ва тӯб аллакай хати дарвозаро гузашта буд ва аз инро ҳисоб 1-0 аст. бале абдулхалил боронов бозигари рақами 18 дастаи клуби марказии варзиши артиш خب حسابی خیلی بروقت در این وخوری طوری میبینیم اکنون میتواند که در بازی دسته برچی تغییرات وارد کند، زیرا قسم زیادی ما لکای عادت کردیم که اینجا فوتبال بازون بعد از دروازه‌شون توپ رو گرفتن بازیشون تغییر میدن، یعنی بهتر بازی میکنن. ولی نمیدونم حالا ببینید باز فوتبال بازونی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از کنار راست اصلا هجومشون حالا از کناری راست صورت میگیرد، از همونجا هجومشون رو ادامه میدهند و در این لحظه هایی که حالا اینجا ما میبینیم بعضی از پروتکل بازی که به دستی ما اینجا رسید، بعضی تغییرات ها به نظرم به گمانم در حیط این دسته ها هست. ولی به هر نوع حالا بله همین گناه هست. خوب بیاید توجه میکنیم با بازی فوتبال بازونی دسته برقچی، اونها هم اکنون با صورتی بلند و پیش میروند. یک امکاناتی خیلی خوب برای محمد امینov، باز یک امکاناتی رو یک و این ضربه نیویاد اولیا. هرچند حسن‌الدین محمد علی اینجا آماده بود برای این توپ رو داشتن، اما عزیزبek دلیف میتوانست این توپ رو خوبتر اداره کند و یک قدم دیگر و پیش رود، بعد ضربه زند، اما ضربهش خطا بود. اگر کمی پس می آمد هم اینجا حسن‌الدین محمد علی میتوانست این توپ رو برگرداند. هجومی بسیار هم قاطع و خیلی خوب زیبا بازی کردن بازیکنان دسته برقچی. حالا باز هجومی اونها است، باز اینجا فردریک اسانته گزارش خیلی خوب اینجا با مهران مادامینوف و مهران تو رو از دست میدهد. اکنون هجوم جوابی، پس این مخلصانی که حالا اینجا با کردن سورنای دستگیری میکنن مخلصانی برقچی شاید هستند که اینجا یک باره برابر هجومی برقچیان با پیش رفتن. خوب این بله اینجا مهران مادامینوف رو به ما نشون میدهند، مسئول این توپ رو از دست داد. فوتبالبازی کلوب مرکزی ورزشی ارتش انانی جولیوس توپ رو با پیش میپرتاید. توپ در مرکز است و اینجا لوکاس کوین اینجا باز یک پرتوب دیگر با کنار چپ این نوبت و جونیبک شریپوف در بازی‌های امسال چمپیونات الکای یک توپ رو به ثمر رسانید. از کوای گودسون از نظری او البته خیلی دور موند. خیلی همون گلی که با توری دروازه رفت از نظرش دور موند، چون که از محض محافظتگر این توپ با بلند جهید و با دروازه وارد شد. فوتبالبازان دسته برقچی در این حالت طوری میبینیم با اشتباه رو میدهند. خب عظیموف در زمین، بختیار عظیموف محافظتگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش هلو است جای بر میخیزد و ادامه خواهد داد. ولی اینجا برخورد اینجا در حالی که خوب کمی به ما نمایان نبود. خوب به هر نوع اینجا برقچیان محض این حالت رو قاعده رو ویران کردن. نه دوباره توپ رو به برقچیان میدهد و اینجا حالا این لحظه ها با رحمتشاه رحمتزاده رو دیدیم که در اکران های ما شما بود.
با کوهای گوتسون بازی میکنند با قفا و اینجا محمد کمال و اکنون توبی عموما من بازی برچی رو دو بازیش رو دیدم تماشا کردم بسیار خوب بازی کردن اولویت بازی یک گزارش دیگر ولی در حقیقت اینا مخلصان برچی بودند که اینجا حالا باز تشویق میکنند توپ در نیمه میدان کلوب مرکزی ورزش پرتاب انجام میشود اما توپ از میدان بیرون میرود و اولین ضربه کنجی است. من دوباره رو به شما معرفی کردم اما درباره دوباره که اینجا مسئولیت دوباره چهارم رو دارد به شما نگفتم. امروز در اینجا نصر کبیرов دوباره اتیاپی است و حالا باز یک فولاد رو با وجود آوردن بازیکن دسته برچی و اینجا محض کمال است که حالا اینجا با این ضربه نه اینجا ضربه رو محض دیگر بازیگر زد. اینجا مهرون بادامینوف ضربه زد و توپ از میدان بیرون رفت. خوب اگر همتون نظر کنیم برچی هرچند بعد باخت اولش که 10 نفره بازی کرد 2 نفر بازیگرانش از میدان رونده شدند در واقعی با دسته رگریتداز ولی توانست اولو یک قدرت پیدا کند و توانست یک غلبه و یک مساوی را کامیاب گردد. حالا ببینید اینجا در این حالی که هست 5 گل زدند برچیون و 3 گل از دروازه‌شان گرفتند. حالا یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته برچی است و کی بود این ضربه الیفبک بیراموف از کرسی نشست مربیان خسته است و با پای راست. حالا ببینید اینجا گزارش کامران میرزاخان اشتباه میکند و فردریک اسانته است این دوستان گرامی که نوترسانه از دور ضربه زد بسیار حالت خوب رو هم با وجود آورد. بازیگری که حالا من درباره‌اش به شما گفتم اسانته این بازی فردریک اسانته این در 3 بازی گذشته حالا باز یک هجوم دیگه است بازی دسته برچی و اینجا ضربه عالی و ایسا برابر می شود. چگونه ضربه خیلی عالی بود و از پای دروازه از پای محافظتگر اینجا ازبک دلیف توپ را به ثمر میرسوند. دقیقه 14 است. ازبک دلیف توانست که ازبک دلیف هم اینجا در این حالی که من میبینم گل اولش را به ثمر میرسوند. در 3 بازی که اینجا اشتراک کرد 90 دقیقه به عوض شوی همین حالت رو با وجود آورد و حالا یکمین گلش رو در چمپیونات امسال مملکت میزند. حساب برابر میشود یعنی بازی باز هم جالبتر و زیباتر خواهد شد. ببینید گزارش خیلی عالی بود ضربه سخت و اینجا بله این محافظتگر حالا این لحظه میبینیم ولی از پای محافظتگر این توپ وارد توری دروازه شد. خیال میکنم که این اسرائیل خالف بود. یک بار دیگر اگر ما میدیدیم اینجا دقیق تر میشد. بله محافظتگران با او کمک کردن که توپ وارد توری دروازه گرفت. در یک لحظه الکی توپ در نزد دروازه کوهای گوتسون است. او از اینجا باز توپ رو با پیش خواهد زد. بازی جالب می شود. 14 دقیقه که گذشت الکی 2 گل دیدیم. این بازی خیلی خوب است. حالا باز فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بودند. شیروز شریف توپ رو از دست داد و باز یک گزارش دیگر با دلیف توپ پرتافته می شود و دلیف حالا باز با مرکزتر اینجا بختیار عظیموف نه این اینجا رحمتزاده بود که با توپ نرسید و الکی هجوم جوابی و فوتبالبازان هر دو دسته خیلی خوب بازی میکنند و اینجا اکنون در این حال شعباز حبیبوف رو هم دیدیم. شعباز حبیبوف دوستان گرامی از نفرانی هست که اینجا در دسته کلوب مرکزی در قطار نشانزنها هم جای گرفته است. حالا این دقیق تر خواهد شد. بله اینجا حالا در حیاتی دسته ما از کلوب مرکزی شعباز حبیبوف با 2 گلش
جایگیر شده است. خب در صدر نشانزن‌ها منوچهر جلیلوف قرار دارد. اینجا دو گل ها زیاد هستند. خیردین تورخانوف از هولبوک در یک بازی 2 گل زد. حمیدالله عبدالحمیدوف از خطا و شیردین بابایف هم در یک بازی 2 گل 2 توپ را به ثمر رسونید. اینها نشانزن‌هایی بودند که ما در باره‌شان گفتیم. حالا باز به میدان برمیگردیم. توپ در نزد پای فوتبالبازی دسته برچی است. آنها آهسته آهسته آرامانه به پیش میروند. اینجا موسی قهاروف پرتابی خوبی انجام داد. مادامینوف باز یک حالتی هست که اینجا داور چی میگه، حالتی قاعده ویران کنی در مقابل مهران مادامینوف نبود. مهران مادامینوف بازیگری که از خارج کشور به استقلال آمد و در اینجا بعدی خوب با اجاره با برچی گذشت و اینجا حالا هنر نمایی میکنه. اما در امورش چی هست؟ در امورش این لحظه مهران مادامینوف در 3 بازی اشتراک کرد. 2 مرتبه او رو عوض کردن و در میدان 266 دقیقه بود است که این دلیل گفته‌های ما هست. بازیگری خوب ممتاز هم هست، بازیگری جوان. حالا این ضربه رو که بپرتید ماست همین قهرمانی روایتی ما مهران مادامینوف و فوتبالبازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش زود باز با کنار راست خود بروند و کامران ابراهیموف بود و حالا باز وایسیدین سفاروف اشتباه میکنه. توپ رو میره باید بازیگری دسته برچی و حالا توجه باز با مادامینوف است و ضربه میزنه بسیار عالی و گل از دوستان گرامی فردریک اسانته. دقیقه 18 2-1 بازی چگونه زیبا. من بیهوده در یکی از گزارش‌هایم نگفتم که برچی میتواند که یکی از دسته‌های شود که در چمپیونات مملکت در مقابل دسته‌های پرزور زیبا بازی کند. این چیزی که من به شما گفتم حالا اینجا من درک میکنم که چگونه تیز به هجوم می‌کنند و یعنی اسلوب خاصی، ترتیب خاصی هجوم خود را دارند. حالا یک بار دیگر میاد از همینجا مادامینوف تا به انجام اینجا بازی میکند و ماس محافظتگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بختیار عظیموف رو خوب از نزد پایش توپ رو با همدستش میپرتوید. گزارش خیلی عالی و اینجا هم تکراری بسیار زیبا که اینجا برعلا معین است که چگونه اینجا توانست مهران مادامینوف توپ رو به ثمر رساند. خب شادی الف بگ بیروموف رو حد کنار نیست. بله این همون لحظه گلزنی رو نشون داد. نمیدونم او شاد بود یا که تو با دستش اونجا یک شیشه آب رو به زمین زد یا این لحظه های پیشینه‌ای بود که تکرارا به ما پیشنهاد کرد. شاید همین گونه هم بود. حسابی 1-2 برچی در مقابل پیشصف دسته‌ای که در صدر جدول قرار دارد همین گونه بازی انجام داد و حالا ببینید این حالت ادامه دارد. من به شما در این باره گفتم که کلوب مرکزی ورزش ارتش با برچی بازی 39 خود را برگزار میکنند و غلبه به نفع البته دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. 18 غلبه در مقابل 15 غلبه برچیان. حالا باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته عالی است. بسیار ضربه خوب بود از جانب انان جولیوس ولی دروازه‌بان همشهرش کوای گودسون از گانا پرواز کرد و این توپ رو گرفت. به شبه یک از شروع‌های خوبی از در نظر دارم بازی‌ها رو در چمپیونات 34 مملکت که حالا ما و شما با هم این حالت رو دیده ایستادیم. بسیار بازی خوبی دسته ها به چشم میرسد. باز برچیان به توپ سویی بشن. باز یک پرتابی دیگر. اینجا فردریک اسانته همیشه در خط پیش آماده است که هر گونه ضربه ها رو قبول کند. شاید برایش موافق هم هست. واقعا فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش چون گلی که از کناری رو زدن از همون طرف هجومشون رو
شروع میکنن اینجا شیروز شریپов باز بعدتر باز دورتر باز یک هجوم دیگری فوتبال بازون این دسته اینجا قطع میگردد. تو از بازیگران دسته برچی به بیرون میدان میرود. گزارش خیلی عالی و توبرابایی زیبا از جانب برچیان. تو باز با مهران پرتافته میشد. مهران امکانیت خوب برای باز فردریک اسانته کم بسیار سراسیمه شد اگر نه باز امکانیت بود، اما فشار می آورند بازیگران برچی ماس فردریک. ما الفبک بیروموف رو خیلی خوب میدونیم با دسته منتخب تاجیکستان در قطر سال 2023 و یاوری سرمربی دسته منتخب ما پیتر شگرت بود و بعدا چون با حیث ترجمان با ما کمک نمود یک لحظه گفت که من مربی هستم من نه ترجمان و ما هم باور کردیم. حالا باز وجود دست پروران یا شاگردان الفبک بیروموف باز با پیش میدم باز گزارش های خوبی انجام میدن. هنوز تو از میدان نبر اومده است. یک ارسال دیگر با میدان نزد دروازه، اما اینجا فردریک اسانته دیر موند. اگر نه این فردریک نبود این دلیل بود و ما ماس میرون رو نشون میدن. خریب بود گل سیم رو هم ببینیم. حالا باید اینجا پرتاب انجام میشود. بله میرون بود، این از پشت میرون بود که اینقدر یک ذره نرسید. آخرین بازی برچی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش با پیروزی کلوب مرکزی انجام یافت 2-0. این دهمین نوامبر سال 2024 بود و سال 2024 یک بازی دیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش با برچی با حسابی 3-2 هم اونجا جنبست شده بود. خوب در نیمه موسم سال گذشته برچیان کمی هم هیئت خود رو تغییر دادن، چون که اساسی دسته برچیان این هیئت دسته منتخب امیدهای تاجیکستان هستند، یعنی هم دسته جوانان و نورسان المپیک تاجیکستان هستند که اینجا با هم یک جا آمده بازی کردن را خوب قبول داشتن و در نتیجه اولویت در این دسته دیگر لگنرها هم پیدا شدند. با توپ خیلی دور با دست توپ رو بختیار عزیزوف دور میپرتید. توپ در مرکز است. باز یک گزارش فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی و اینجا توپ خیلی بلند از میدان بیرون میرود. در نزد ما اسرائیل خالوف هم یکی از بازیگران شناخته است در دسته منتخب جوانان نورسان ما نمایان بود. ما با اینها هم امید می‌بستیم که اینها میتوانند با بازی‌های المپی روند، چون که ذخیره اساسی دسته منتخب تاجیکستان محض همین ها بودن. اینجا جونبک شریپوف بازیگرانی که در هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی‌های جام جهان هم شرکت کردند. شرف تاجیکستان رو در جام آسیا خیلی خوب حمایت کردند، صاحب مدال ها هستند. از این بخش در میان اونها باز کی رو هم گفتن ممکن است اسرائیل خالوف گفتیم، جونبک شریپوف گفتیم، خوب بختیار عظیموف هم همین گونه. خوب از بازیگرانی که تجربه بوی دارد این کامران میرزاخان است که با سرمربی دست شمسنی قاسموف سالهای دراز باری وزنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش را کشیدند. حالا ببینید باز فشار فوتبال بازان دسته برچی است از کنار چپ و مجبور میکنند که اینجا سربازان با اشتباه راه دهند. این لحظه حالا ما کامران ابراهیموف رو ببینیم که توپ رو از دست داد. توپ در مرکز میدان کنارتر موسی کهاروف باز یک پرتاب دیگر باز مهران است. باز یک پرتابی عالی انجام میدن، اما اینجا بود کمی فردریک دور رفت و بازی خوب انان جولیوس هم نشون میدهد. مورد فردی خوب دارد و بسیار وقت با اون سرگرم می شود که حریفان رو فریبد، یعنی اونها رو
фиреб диҳад ё худ реб диҳад ва баъдан ба пеш равад. хуб ба ҳар нав инҷо тавре ки мебинем аз назди пои утубро гирифтанд ва ҳоло ҳуҷуми футболбозии дастаи боз клуби марказии варзиш аст артиш аст. Шаҳбоз ҳабибов бозингари мумтоз аст, бозиаш хуб аст. гуфтам ба шумо ки 2 гол задааст. ҳоло бо тӯб маҳз Шаҳбоз як партоби дигар, аммо инҷо муҳофизатгарон хуб бозӣ мекунанд. қафотар Анани, Ҷулиос ва дарвозабон ва Егодсон мисли паланг парвоз мекунад ва ин тӯбро дошта мегирад. дар хати пеш тавре мебинед Шероз Шарипов инҷо метавонист 1-1 барояд. ҳолати нобозӣ набуд. Нобозӣ ҳам буд. дидед довар парчамашро бардоштааст. ҳолати нобозӣ ҳам инҷо ҷой доштааст. боз Ҷулиос дар маркази майдон тӯб мерабояд. ба пеш мераванд. хуб канортар тӯбро тавре мебинем инҷо дақиқ зада наметавонад. зарбаи кунҷӣ аллакай ҳисоб баробар мешавад. дар ин нишондод 1-1 ҳаст. клуби марказии варзиши артиш дар мавсими имсолаи чемпионат дар бозии гузаштааш бо Ҳулбук бо натиҷаи 0-0 мусовӣ бозид. ҳоло 5 нафар бозингарон инҷо ҳузур доранд ва Фредерик Асантем ҳамлагари дастаи барчи дар хати дифоъ хуб бозӣ мекунад. хуб дар бораи ҳавои имрӯза чӣ гуфтам мумкин аст? ҳаво аз рӯи он ки ҳоло навакак ба мо нишон дода буданд 25 дараҷа дар варзишгоҳ гарм аст. хуб намноки 26% аст, 26% ва шамол ҳам 5 километр соат мевазад, яъне хеле кам аст. ҳоло гоҳ-гоҳ шамоли варзишгоҳро шумо аз тавассути садобардораҳо мешунавед. ин садои карнаи сухнаро ҳамчунин Коя Годсон алҳол як тӯби гирифтааш аз дарвоза барои ӯ кофӣ аст ки дастаи барқчӣ дар соли пеш қарор дошта бошад. тӯбу баъдан клуби марказии варзиши артиш мурид Паншеро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард ва ҳамчунин ҳосилотро 2-1. аммо имрӯз агар ки дар ҳолате ки ҳоло барқчон дар соли пеш ҳастанд метавонанд як корномаи дигаре ҳам дошта бошад. ҳоло мо чанд лаҳза аст Бороновро набинем инҷо нопадид шуд. Боронов тӯб ба ӯ партофта намешавад. ҳоло боз Ҷонибек Шарипов партоби олӣ аст инҷо, аммо ба тӯб Шаҳбоз Ҳабибов нарасид. ин ҳамон бозингари ҷавоне ки аст ки инҷо имсол мо дар мавсими соли ҳам 2025 ва ҳам мавсими 34 чемпионати мамлакат дар ҳайати клуби марказӣ мебинем. хуб зарбаи дуюм аз ҷониби футболбозони дастаи клуби марказӣ. гузариши бисёр олӣ буд инҷо аз ҷониби Шероз Шарипов. боз ба қафо Ҷонибек Шарипов боз ба пеш мераванд. пушти пой бозикунии Анани аст, вала дар ҳамин баробар Комрони Мирзохон ҳам дифоъро партофтааст ва ба пеш омадааст. аммо ин метавонад ки далил ин сурати баланди ин бозигаре ки дар бораи далил ҳам гуфтам мумкин аст ки ӯ ҳам узви дастаи муттиқи Тоҷикистон буд ва як партоби дигар, аммо касе инҷо нест. чигуна ҳолатҳои хубро ба вуҷуд меоранд бозигарони дастаи барқчӣ ва Жерус Онана. чанде мо ӯро надидем. ҳоло бинед ин Жерус аст. мас гузариши боз олӣ дошт ва аз инҷо аз Васидин Сафаров гузашт. барқчӣ тавре гуфтам дар ин мадор бо Паншер мусовӣ бозӣ кард 0-0 пеш аз ин вохӯрӣ дар даври сеюм ва ҳосилотро бо ҳисоби 3-0
مغلوب نبود که این نتیجه خیلی غیر انتظار هم بود. کارت اولین زرد اینجا با فردریک اسانته داده می شود. بخشی حاصلات را با حساب برای خود را اداره کرده توانید صورتش بالا بود و این باعث اون گردید که داور زود کارت زرد رو با فوتبالبازی دسته بارچی نشان داد. گفتم الکی بارچی در بازی اولش دو کارت سرخ گرفت و در باره بازی این دسته در مقابل حاصلات بسیار جالب بود. 3-0 و از دسته دیگر در همون بازی که من اول به شما گفتم محض بارچیان با حساب 1-0 مغلوب شدن. این توپ هم از جانب برکت الله نعمت الله زاده زده شد خود گل و حالا ببینید این همون گل اولینه که اینجا ما شما میبینیم. به هر نوع کمک شهباز حبیبوف اینجا درج می شود. عبدالخلیل بورونوف بعد این گلی که زد ما رو کاملا احساس بکنیم در میدان. گل دوم به دلیف چگونه اولی بازی میکند از پای محافظتگر تو واری توری دروازه گرفت. کامران ابراهیموف بود که این توپ رو خواست برگرداند ولی تو واری توری دروازه گردید. هجوم بسیار برخور اصلا فوتبالبازی بارچی با گزارش خود از کنار راست اینجا بسیار هم امکاناتی اولی رو با وجود آوردند و حساب 2-1 دقیقه 33 هم پس سر می شود و فوتبالبازان دسته بارچی اولو توپ رو با دستشون با بازی می دارند. در اکرانهای ما شما اینجا جانبک شریپوف اونایی که در وصفش مالکای گفتم. خب برای دسته ها همین رو هم گفتنی هستم که هیئت ها الکی آماده شدن یعنی آموخته شدن. حالا باز یک ضربه دیگر بسیار ضربه سخت بود. رحمت زاده این در تایید دسته بارچی بازیگران مثل ازبک دلیف رحمت زاده از قبیل همون بازیگرانی هستند که در دسته منتخبی جوانان افغانستان تاجیکستان بازی کردند. مادامینوف در دسته منتخبی تاجیکستان بازی کرده است. در این هیئت او این سال دعوت نشد در شما نخواهد و باز یک ضربه بسیار هم خطرناک از مسافه دور است. این نوبت جاویدان خوشوقتوف این ضربه رو زد با یک ترتیب بیاد از این مسافه با چنین ضربه سختی که زد دروازه‌بان خیلی حسین‌الدین محمد علی بیرون بر آمده بود و این حالت رو حس کردن بازیکنان دسته بارچی و ما از همین ضربه که ما دیدیم بسیار از جانب جاویدان خوشوقت و خوب هم بود ولی دقیق نبود. حالا باز فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش جانبک شریف یک بار دیگر توپ رو از دست می‌دهد. ژیروس اونانا تو با مرکز با دلیل خفام و تو رو در زبان گرفته است و باز با پیش می‌رود. مبارزه برای مسافت پیش رفتن. جولیوس خودی بازی رو وارو میکند. خب در مقابل ژیروس اونانا این لحظه ما سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین قاسموف رو میبینیم. جولیوس آنانی یا جولیوس کواسی آنانی گانگی
یک گل هم زده است. دو بازی یک در یک بازی اشتراک نکرده است. خوب ما درباره کارت‌های سرخ به شما گفتیم. سیادی کوزشو کارت سرخ با کینده بیلون جرارد از کامرون، او هم یک کارت زرد بود. کارت سرخ داشته ها هلو در حیطی دسته کلوی مرکزی ورزشی نیستند، اما در برخی هستند. باز یک امکان دیگر، باز یک فرصت برای گلزنی، اما طوری می‌بینید هم این لحظه باز مهران مدامینوف میتوانست به این توپ خوبتر اون توپ رو به خود مایل کند و بعدا ضربه بزند، اما این طور نشد. توپ در مرکزی میدان مبادله توپ و اینجا حالا عبدالخلیق بارانوف اکنون به مشاهده میرسد. حالا جولیوس باز با پیش میرود و کنار توپ رو هوا میدهد، با کناری راست. دروازه‌بان در جایش است، کوی گودسون. اگر گوییم که در حیطی دسته محض کلوی مرکزی ورزش کی به مثلا ایوازشوی بازی میکند، البته این پیش است و دروازه‌بان است کامرون میرزاخان. این همون حالتی تکرار ببینید. این توپ محض با شهباز حبیبوف پرتافته شد ولی او قفا موند. خوب اینجا در این برابر بکینده بیلون جرارد هم در سه بازی از اول تو با انجام بازی کرده است. کابرون ابراهیموف او هم در همین حالت هلوکی در میدان هستند، یعنی این بازیگرانی که با اونها محض شمس‌الدین خوسیموف تکیه میکند. در این قطار ما چی را بازی دیده میتونیم؟ برای وسیلی سفرف هم در سه بازی تو انجام بازی کرده است. دیگر بازیگران ایواز شدند. عبدالخلیق بارانوف مثلا امروز گلی اولینش رو به ثمر رسانید، اگر به شرطی که حالا در همون پروتکل بازی نام او نوشته شده باشد. اصلا توپ رو محافظتگری باتچون با توری دروازه روان کرد. نه برعکس با دروازه دستش کلوی مرکزی ورزشی ارتش اونجا کامرون ابراهیموف بود که توپ رو با دروازه زد. اما حالا در این باره ما دقیقت رو به شما در قسم دویم خواهیم گفت. واسین سفرف یک مرتبه به بازیگری بهترینی بخوری ها شده است از دسته کلوی مرکزی ورزشی ارتش. از بارچون باشد این دستاورد برای کی است؟ اینجا عزیزبک دلیف یک مرتبه بازیگری بهترین بود. اصلا در حیطی دسته بارچی مهربان غفورزاده و شیرزاد رجبوف هر دو کارت سرخ گرفتند. حالا گفتم که در این بازی از این بازیگرانی که در بورهشان گفتیم که مهربان غفورزاده و همچنین شیرزاد رجبوف در حیطی دسته بارچی حضور ندارند. حالا باز یک فرصت برای کلوی مرکزی ورزشی ارتش هست. بله اینجا حالا وایسدین سفرف پرتاب انجام میدهد، اما محافظتگران این توپ رو برمیگردونند. توپ در مرکز کی قبول میکند؟ بله فردریک بهتر است و حالا باز نه این توپی که پرتاب میشود اشتباه دورد. شیروز شریپوف با کنار با جونیبک و اینجا کسی نیست. دقیق نیستن. اگر این پاس ها همش دقیق باشن امروز دکای ما گلی بسیاری رو دیدیم. به هر حال 3 گل در قسم اول این نشون دهنده خیلی خوب است، هم برای کلوی مرکزی ورزشی ارتش و هم برای بارچی. چون حالا پایان قسمی اولی بخوری با نزدیک می شود. امروز همچنین دیگر بازی‌هایی هستند که شما میتونید رسانه‌گیرامی تماشا کنید. عموما در دوره چهارمی چمپیونات مملکت امروز بازی هولبورگ با اسخط است
фардо регарта аз равшан ҳосилот вахш, баъд рӯзи якшанбе хуҷанд бо истаравшан ва панҷшер бо истиқлол бозӣ мекунанд. ҳоло оҳиста оҳиста ҳусниддини маҳмадалӣ дарвозабони клуби марказии варзиши артиш каме камкортар шуд ва футболбозони дастаи клуби марказӣ ба пеш мераванд. бори дигар ҷолибек шарипов, ҳоло имконият кӯе готсон, агар ба ин тӯ ҳам намерасид, фикр мекунам ки дар ҳолати нобузӣ бозигари дастаи клуби марказӣ қарор дошт. Шаҳбоз ҳабибов, ҳоло як бори дигар на, ин шаҳбоз набуд, ин абдухалил боронов буд ки ин лаҳзаҳо дар ҳолати нобузӣ мавқеият дошт. бахтиёр азимов тӯбро зуд ба пеш мезанад, бале овозро ҳам шунидед ки мегӯянд касе нест ҷо. ҷонибек шарипов кӯмак кард барои ин тӯбро рабудан ва ҳуҷуми барқвори клуби марказӣ. Боронов боз як партоби дигар, аммо инҷо касе нест. Шаҳбоз ҳабибов каме дер монда буд. ҳамин бозингаре ки ҳоло дар экранҳои мо шумо аст. дақиқат нарасид ба ҳар нав. баракатулло неъматуллозода. баракатулло неъматуллозода ягона голе ки худголе ки алҳол дар чемпионати мамлакат ба қайд гирифта шудааст, дар вохӯрӣ бо дастаи регрифта даст ба самар расонид ва ҳоло ин лаҳзаҳое ки мо мебинем инҷо тӯби задаи бартчиён ба номи ки сабт шуд, ба номи Комрон Иброҳимов ё худ ба номи Азизбек Далиев. боз як ҳуҷуми дигар, боз Фредрик бисёр бисёр ҳолати хуб буд бори дигар барои мас амин Меҳрон Мадаминов. чанд фурсат, 2-3 фурсат аст ки ин бозингар наметавонад инҷо ба комёбӣ муваффақ шавад. ҳоло бибинед инҷо Далиев партоби хубе анҷом дод. ҳолати нобузӣ ҳам буд. ҳоло инҷо боз ба таваҷҷӯҳи мо ҳамон голи дуюме ки бозигарони дастаи бахчи зада буданд пешкаш мешавад. бибинед гузариши олӣ аз ҷониби Меҳрон Мадаминов ва партобаш ҳам дақиқ буд барои Фредрик ва ӯ тавонист ин тӯбро ба самар расонад. бале ин аз шодӣ буд ки Алифбек Беромов тӯбро ба замин, тӯбро не, бубахшед, ҳамон шишаи обро ба замин зад. Шероз Шарипов боз як партоби дигар, ҳоло боз Вайсидин аст. Вайсидин намедонад тӯбро ба ки партояд. инҷо ҳама печоида шуданд, муҳофизатгарон дар мавқеъҳои худ устувор ҳастанд ва беунвон аст ин зарбае ки ҳоло зада мешавад, он тӯбро ба беруни майдон мебарад. Куае Готсон аз ҳамон фурсатҳое ки дар хад ба гол наздик буданд, ҳамон ягона голе ки инҷо зада шуд ва мо гуфтем ки ин тӯбро Абдулхалил Боронов зад, аммо дар асл дақиқаташро ба шумо гуфтем, дар қисми дуюм хоҳем гуфт. боз як гузариши Бартчиён, боз Далиев ва боз Фредрик.
مردم بیرون رفت. به هر حال انتخاب این لگنرهایی که در حیدی دسته برقچی بازی میکنن، فردریک اسانته از گانا و هم ژیروس اونانا خوب هستند. باید اینجا این لحظه که ما میبینیم انانی جولیوس هم از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش خوب بازی میکنند. خب بار دیگر با خفا با کاپیتانی دسته کامران مرزاخان و اکنون آهسته آهسته باز فوتبالبازی دسته کلوب مرکزی ورزش از کناری راست به پیش میروند. اینجا شهباز حبیبوف پرتاب انجام شود، اما چگونه حالتی خوب برای شیراز شریف بود. خب سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلازی هم اینجا حضور دارد. اکنون او باید در حقیقت باید به همه دسته ها توجه داشته باشد که کنی ببیند که کدومی از بازیگران اینجا آماده هستند برای بازی کردن در حیطه دسته منتخب تاجیکستان. بر تیمور شرقی که بسیار با دشواری پیروز آمدیم، او رو مسئولیتش رو بیشتر میکنند برای انتخاب کردن بازیگران خوب در این مسابقه، یعنی چمپیونات تاجیکستان. بازی از همه مهم برای ما خواهد بود، واخوری نوبتی دور دوم و قسمی اولی واخوری با پایان میرسد. دوستان گرامی، حساب 2-1 در صف پیش میمانان برچی با حیث میزبان این بازی محض کلوب مرکزی ورزشی ارتش به حساب میرود. دست ها به تنفس میروند و ما شما هم کمی تنفس میکنیم و بعد با میدان برمیگردیم. بارانوف رو نشان میدن، زیرا حالا همه بر آن معتقد عقیده هستیم که بارانوف یگانه توپ را از کلوب مرکزی ورزش ارتش به توری دروازه روان کرد. این باشد فردریک اسانته گانگی گل دومی دسته برچی را به ثمر رسانید.
در دایره چهاربینی‌های جشن نوروز بین المللی روز 5 اپریل در ناحیه نوروباد مسابقه گوشتگیری برگزار می‌گردد. پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان و ایران برای دریافت 3 جایزه عالی مبارزه خواهند برد. انعام و تحفه‌های دیگر عیدانه قیمتناک غالبان را انتظار است. بیایید تنتنه میدانداری پهلوانان برومند را در نوروباد استقبال گیریم. زندگی مثل بازی شطرنج است. آیا شما برای نوبت خود آماده هستید؟ در چمپیونات آسیای غربی شرکت نمایید. استراتژی، منطق
دوستان گرامی، گزارش ما رو از ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه ادامه میدیم. دور چهارم بازی‌های لیگ اولی چمپیونات مملکت دوید به فوتبال، اینجا دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و همچنین دسته برقچی با هم زور آزموده ایستادن، قوا آزموده ایستادن. حساب 2-1 به نفع برقچیان و این لحظه‌های خیلی جالبی بودن که تا 20 دقیقه در قسم اولی بازی ما توانستیم که 3 توپ رو ببینیم که چگونه وردی توری دروازه ها میگردد. به هر نحو به این نگاه نکرده یک بازی نسبتاً تماشاباب است از بازی‌های دیگری که گاه ما چمپیونات تاجیکستان رو تماشا میکنیم. بازی خیلی خوب است، هم کلوب مرکزی ورزشی ارتش و هم برقچی خیلی زیبا بازی میکنند. در حالی دسته ها بازیگرانی هستند که ملکه و مهارت خوبی فردی دارند. خوب در بازی امروزه هم کلوب مرکزی ورزشی ارتش توانست که حساب رو در دقیقه 5 باز کند. از همه چیز دیگری همین است که در حیط دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازیگر در بازی شروع نشده عوض شد. لوکاس کوین باید به میدان میبرد، اما وقتی که گل زد عبدالخلیل بورونوف در دقیقه 5 ما دیدیم که در حیط دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازیگر عوض شده است. یعنی به جای لوکاس کوین در میدان عبدالخلیل بورونوف هنرنمایی کرد و در دقیقه 5 با یک گزارش خیلی عالیش از کنار راست میدان توپ رو به توری دروازه برقچی زد. اما برقچیان از این شاید خوب مخلصان کمی هستند که جوال ما شما میبینیم. برقچیان شاید از این یک نوع برای خود گویم قوای درمانی پیدا کردند که بازیشون چنون خیلی زیبا بود و پس از اون دو امکانات خوبی گلزنی پیدا کردن، حساب رو 2-1 کردن، اما باز میتونستن 3 گل دیگر هم زدن. امکانات های خوبی این دسته ها در اینجا بود. حالا که در اینجا تعویض بازیگران دیده می شود، تحت رقم 66 اینجا دولتوف محمد اقبال آماده می شود. و همچنین تحت رقم 19 این نوبت حالا باید محض لوکاس کوین که باید از آغاز بازی به اینجا میبرامد حالا در همینجا حضور دارد که حالا عوض میکند. این لحظه اسرائیل خلوف از میدان گرفته میشود، به جای او گفتیم محمد اقبال دولت برآمد تحت رقم 36 معذرت میخوام 66 و همچنین لوکاس کوین از کامرون که اینجا حالا عبدالخلیل بورونوف رو عوض کرد. عبدالخلیل بورونوف در پروتکل بازی در شروع بازی که اینجا ما داشتیم در هیئت اساسی دسته نبود و بعدا این بازیگر گل زد. معلوم شد که در دسته به جای لوکاس کوین عبدالخلیل بورونوف عوض شده است. حالا باید عبدالخلیل بورونوف از میدان گرفته شد و اکنون لوکاس کوین در میدان است. فقط تغییرات در حیط دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش دیده شد. بیاید پیش از اون که در باره تفسیری یا خود ادامه این بازی از قسم دوم با شما بگوییم با حیط دسته ها شناس بشویم. خوب بوستدین محمد علی دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است، رقم 16. کاپیتان دسته کامران میرزا خان رقم 4، بختیار عظیموف رقم 3. خوب اسرائیل خلوف رقم 22 بود که عوض کردند، به جای او حالا اینجا محمد اقبال دولتوف برآمد رقم 66. کامران ابراهیموف در خط دفاع است رقم 20 که چیزی دیگری رو هم اینجا هم چون درباره کامران ابراهیموف است بگویم که محض توپی که از جانب فوتبالبازی برقچی زده شد با کامران ابراهیموف منصوب دانسته شد. یعنی یک خودگل دیگر رو ما اینجا در این بازی دیدیم. کامران ابراهیموف گل یکمی برقچیان رو که با ضربه نیت اولی دلیف با توی دروازه ورود شد با دروازه خود روان کرده. خب جانب شریف رقم 7 شیرو شریفوف
رقم 6 آنان جولیوس، این بازیگر خیلی خوبی دسته کوی مرکزی ورزشی ارتش است. رقم 8 21 واسیلین سفارов، 9 شعباز عبیدov و نهایت عبدالخلیق برونوف تحت رقم 18 بازی میکرد، مایدور تر کرد و با جای او لوکاس کوین اچ دی از کامرون واردی میدان شد. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شمس‌الدین قاسمov است. حالا ببینید اینجا برخورد است، برخوردی نیاید ناگوار و این لحظه ها حالا محض لوکاس کوین قاعده رو ویران میکند. دسته برقچی در بازی امروزه با چنین هیئت در میدان است. کوای گودسون دروازه‌بان رقم 27 گانا، اینجا برکت‌الله نعمت‌الله رقم 5، محمد کمال رقم 6 از گانا، رقم 2 سعید اسرائیل سعیدوف، 8 جاویدان خوشوقتوف، اینجا جیروس اونانا بازی میکرد تحت رقم 3، موسی قاوروف 14، میرون مدامینوف 9، رحمتشور رحمتزاده 3. خب جیروس اونانا رقم 13 از دوستان گرامی، رحمتشور رحمتزاده رقم 3، ازبک دلیف رقم 10 و فردریک اسانته رقم 11 در خط هجوم است. الیفبک بیراموف سرمربی دسته برچی است و حالا برچیان در خط دفاع قرار دارند و اینجا اولین ضربه که حالا از جانب لوکاس کوین زده می شود دشوارگیر نیست برای کوای گودسون. همین طریق دوستان گرامی در بازی امروزه همچنین درباره داوران هم باید بگیم. بختیار کاملوف در میدان است، سر داور این خوری با او سربان احمدزاده با توحید بهرام همه از کلوب مسئولیت داوری بازی امروزه رو دارند. داوری احتیاط نصرالله کبیروف از نورک است. خوب در ور هم امیرجان خورکاشف، فضلی صدیق زود، مطلع صدیقوف دیگران هستند که اینجا مسئولیت دارند. حساب 2-1 است. مالکه گفتم که در دقیقه 5 حساب شده شد. اونجا محض عبدالخلیق برونوف حساب رو باز کرد. سپس حالا وجود فوزین دسته برچی و یک ضربه بسیار عالی فردریک اسانته تو با تیری دروازه برخورده. ببینید چگونه عالی بود این ضربه، بسیار خوب بازیدن برچیان. یک بار دیگر ببینید پرتابی عالی هم از جانب محض جاویدان خوشوقتوف به چشم رسید و اگر این توپ وارد توی دروازه میشد قاطی نوبازی به نظرم نبود. بلرزه آورد دروازه دسته سربازان رو. سپاهیان در این لحظه ها حالا کمی هم باشد امکانیت میدهند که فوتبالبازی دسته برچی خوبتر بازی کنند. هنوز باز فردریک در این پایت در توپ است با قفا و باز یک پرتوب دیگر اینجا ازبک دلیف خیلی مایرانه بازی میکنند. ماست گلی اولینه که در دقیقه 13 برای اجرا شدنش کمک کرد. این ضربه نیویت سخت داشت از بیرون میدان نزد دروازه که اون توپ محض با کامران ابراهیموف محافظتگری کلوب مرکزی برخورد و وارد توری دروازه گردید و این توپ هم با نام کامران ابراهیموف همچون خود گل قید کرده شد. فردریک اسانته در دقیقه 18 بسیار گلی عالی زد. اینجا میرون مدامینوف بسیار خوب عمل هم کرد. باز یک ضربه دیگر رو اینجا میبینیم از مسافه دور از جانب فوتبالبازی دسته برچی، اما حسن‌الدین محمد علی در جایش است و باز فوتبالبازی دسته برچی با صورتی بلند اینجا محض میرون مدامینوف دو امکانیت گلزنی داشت و هر دویش رو هم برباد داد، اما خودش گل دوم رو آنچنان ساخت که در حقیقت بسیار زیبا هم بود. 2-1 این همون نتیجه گفتم بازی قسمی اول است. دو ضربه کنجی فوتبالبازی کلوب مرکزی ورزش در قسمی اول داشتن، برچیان 1 تا. حالا شمس‌الدین قاسموف رو ما می‌بینیم. حالا برچیان سعید اسرائیل سعیدوف باز حالا
اینجا سعید اسرائیل است. ببینید در این لحظه که اولو میبینیم، نه اینجا کمی بروقتر اینجا حبیبوف با اون شهباز رسیده بود و از این رو داور اینجا قرار درست هم برآورد. حالا میبینیم که در این لحظه ما سعید اسرائیل و سعیدوف با سفید پیش میرد برای گل زدن. خب بازیگران خط دفاع هستند. حالا یک بار دیگر ببینید باز توپ در مرکز است. گزارش ماست احمد شور احمد زوده. خب پرتوبش اینجا لغو می شود از جانب بازیگران خط دفاعی دسته با کلوب مرکزی ورزش ارتش. بازی جالب در حقیقت بود، خیلی جالب بود در قسم اولی بخوری. حالا امید داریم که در قسم دوم هم این بازی همون گونه که هست ادامه می‌یابد. کلوب مرکزی ورزش ارتش این لحظه و حالا که ما و شما اینجا می‌بینیم در حقیقت فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش می‌خواهند حساب رو اینجا برابر کنند، اما چه حاجت که اینجا در مقابل باز شهباز حبیبوف قایده ویرون میشود و از اینجا حالا فوتبال بازی کلوب مرکزی توپ رو به بازی می‌دارند. اینجا وایسین سفر فرود به نشون میدن که با میدانی نزدیک دروازه میرود. ببینید در خد شهباز حبیبوف و اینجا قایده رو محض محمد کمال گانا در قسم اول خیلی هم فعال بود و با همه بازند. محمد کمال نه این جاویدون خوشوقت در یک برابری که حالا ببینید خلال رسون انان جولیوس در قسم اول بسیار عالی و گل 2-2 و اینجا جستو جنبازی لوکاس کوین دیده می شود. بله 2-2 بسیار حالتی خوب و زیبا رو با وجود آوردن کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا یک بار دیگر از این لحظه بسیار جالب و زیبای حساسی که حساب رو برابر کرد برخوردار خواهیم شد. کوای گودسون تشنگی میشکند بعد توپ رو از دروازه گرفتن و کوین هم برابری وارد شدنش از خود درک داد. بسیار حالت خوبی گلزنی رو با وجود آوردند و سپاهیان. حالا ببینید این لحظه چگونه لحظه اولیه بود که پرتاب انجام شد و اینجا باز هم ضربه شهباز حبیبوف با چشم رسید که دروازه‌بان ضربه رو برگردونید و ضربه اولی بود از جانب شهباز و کوین اصلا پیش به این توپ رسید. فتح‌الله گروهی قربانوف است اینجا بازیگران پیشینه دسته منتخب تاجیکستان، بازیگرانی که همچون ستاره در از دسته تاجیکستان بازی کردند. در ستاره دوشنبه قربانوف رو در نظر دارم. خب به هر نوع فتح‌الله هم اینجا در این بازی حضور دارد و بازی خوب رو هم تماشا دارند. 4 گل در یک بخوری. حالا هنوز بیش از نیم ساعت دیگر وقت هست تو انجام بخوری و باز فردریک اسانته با توپ میرسد. تو پرتوفته شد، ضربه میزنن یا نه؟ امکانیت بسیار عالی است و ببینید گل سیو بسیار عالی و نهایت مهران مدمینوف در این بازی 2 فرصت را گل نزده بود، یک پاس گلی هم داد و حالا در یک لحظه ببینید مهران مدمینوف باز از نو بخچه رو مثلا پیش میبره. 3-2 دقیقه 56 بخوری است. بسیار هم تیز. بله انا این کارنای سرنای در اینجا هستند دوستان گرامی. گروه کلون بازیگران حالا ببینید مهران ضربه از دور زده می شود، تو برمیگردد و پیش از همه اینجا یک ضربه دیگر. بله اینجا ضربه دیگر محض از جانب بختیار عظیموف بود. این ضربه که زد ببینید حالا باز یک بار دیگر چگونه ضربه اولی است و حساب 3-2 می شود دوستان گرامی. 3-2 و از نو همون نتیجه 2-1 که بود گوییم همون گونه باقی میموند. اما اینجا چی؟ حساب یک بار دیگر توجه میکنیم. توپ از میدان بیرون رفته بود دوستان گرامی.
اینجا توپ از میدان بیرون رفته بود اما چرا دوبار پرچمش رو نمیبرد یا که باز چیزی دیگر اینجا بود که ضربه زده میشود. نه حالت نابازی نبود چون که بازیگر در داخلی دروازه بود و توپی اون لحظه که این توپ از جانب فردریک اسانته از بیرون میدان گرفته شد شاید دوباره همین رو دیده باشند که این توپ حسابیده نشد. 2-2 نتیجه مساوی باقی میماند. گفتیم یک لحظه که الکی اینجا بازی 3-2 شد، نه همین گونه هم باقی ماند 2-2 و اکنون باز در پیش است لحظه های گلزنی. درباره اون که من در قسم اول با شما گفته بودم دوستان گرامی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا در صدر جدول مسابقات قرار دارد و این دسته دوستان گرامی با 7 امتیاز که 4 دسته 7 امتیازی دارند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، وحش، هولبوک و استقلال با نشانداد بهتری توپ ها در زینه اول قرار دارد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش وحش باختر هم 7 امتیاز دارد در زینه دوم، هولبوک با 7 امتیاز در زینه سوم و استقلال در زینه چهارم با 7 امتیاز. بعدا رفشن کلوب در زینه پنجم است. حالا این بخشی که اینجا در نزد ما شو هنرنمایی دارد در زینه ششم موقع دارد. حالا باز یک بار دیگر اینجا باز لوکاس از دور ضربه میزند. البته این دشوارگیر نیست برای گابسون. سوال زیاد است که این دروازه‌بان در تاجیکستان است که موقع خود را دارد، او را خوب میشناسند. حالا ببینید مهران مدامینوف سروسیما است. هرچند تجدید گل که او زد و من گفتم که از دو فرصتی از این پیشتر در قسم اول استفاده نبود، در قسم دوم با زدن گل موفق شد اما این هم گل برباد رفت. و ببینید اینجا چگونه باز بازی میکند لوکاس. پرتابی عالی است اما فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی این را استفاده نبردند. چگونه حالت عالی بود برای ماس بازیگران دسته. شهباز حبیبوف کمی صورتش کمی کرد. حالا همین گونه اگر بازی جریان گیرد حساب دیگر می شود. در همین باره همین رو هم گفتنی هستم که برقچی 4 امتیاز دارد و اگر 4 دسته 7 امتیازی داشته باشند پس 4 دسته دیگر 4 امتیازی دارند. این برقچی، رفشن کلوب، رگریتاداس و اسخاتا. استرافشان 2 امتیاز دارد، حاصلات فرخور 1، پنشیر جلالدین بلخی 1 و خوجند 1 امتیاز به دست نآورده است. در صدر نشانزنده ها منوچهر جلیلوف با 3 گلش موقع دارد. نوریدین امروقلوف، دیمیتری بیلونوک از وحش هستند. شهباز حبیب کلوب مرکزی ورزشی ارتش و شریدین بابایف از رفشن با خیرالدین تورخانوف و حمیدالله عبدالحمیدوف با 2 توپی برای نوشتن با عنوان نشانزنی بهترین موسمی سال 2025 و همچنین چمپیونات تاجیکستان مبارزه می‌برند. یک کارت زرد دیگر اینجا حالا نشان داده می شود. در قسم اول حالا ولی شیروز شریپوف از دسته سپاهیان برای همین افسیدنش شیروز بگوید در مقابل دلیف باشد. یک بازیگری فوق‌العاده با سرعت است، با ملکه مهارتی خوبی فنی. حالا اینجا وضعیت استانداردی تعیین می شود. در نزد توپ سعید اسرائیل سعیدوف، مبارزه ادامه دارد. بار دیگر سعیدوف، یک پرتاب دیگر اما خیلی بلند. امروز در ورزشگاه صدای کرنای سرنای بسیار است. اینها نفرانی هستند که برای کلوب برقچی مخلصی میکنند.
بله بخشی امروز امسال بازی خوب نشون میدهد. حالا ببینید کلوب مرکزی ورزش ارتش باز و پیش می رود. باز یک پرتاب دیگری که اینجا از جانب محمد اقبال دولتوف اجرا می شود. آرام میکند، با مربی میگوید که خوب من سررسیمه شدم. با هر نوع در بازی امروزه 4 گل پنجم رو لغو کردند. امکانیت ها باز هستند برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. ببینید با اومدن لوکاس کوین کمی هم بازی نمایان‌تر رنگ دیگر گرفت. حالا باز یک امکانات دیگر، باز دولتوف و کوایه گودسون این توپ رو برمیگرداند. ضربه کنجی سوم برای سپاهیان. حالا یک بار دیگر ببینید ملکه مهارت انان جولیوس سیگانگی هم خوب است. خب اینجا محض محمد اقبال کنجی نزدیک دروازه رو نشان گرفت، اما این ضربه‌ای که حالا زده میشود از جانب کوایه گودسون مشکلی ندارد، این توپ رو برمیگرداند. خب دوستان گرامی، در همین برابر باید گفت که در حقیقت امسال مسابقه هرچند ورزشگاه‌ها قسم زیادی بازی‌ها در شهر دوشنبه برگزار گردیدند در روی یکم دوم، حالا اکنون آهسته آهسته باید در ایسترافشان اسخط با ایسترافشان بازی کردن در یعنی از پایتخت دورتر دیگر دسته هم با ورزشگاه خود می آیند و آنجا علاقه مخلصان پیدا می شوند. قسم زیادی مخلصان می توانند با پیش آیند. حالا یک توپربایی بسیار عالی بود و خب این توپ رو اداره کرده نتوانستند بارچیان و توپ از میدان بیرون شد. کامران ابراهیموف، این همین کامران ابراهیم رقم 20 که هست، خودگل اول در همین بازی رو با نام خود مهر زد. بسیار آرام بازی میکنن بازیگران دسته بخشی. اگر دو بازیگرشون در بازی اول بوری گرفته است از میدان رانده نمیشد، دو کارت سرخ نمیبود، گمان میکنم که این دسته هرچند اونجا 9 نفره موند، بعدا از دسته ریگارد هم یک بازیگر رو گویم از میدان راندند، ولی توانست با همین از دقیقه 22 کم بودنش تواند دفاعی خوبی داشته باشد در مقابل ریگارد دست و طوری گفتم خودشون اونها کاری کردن که بخشی رو در نظر بگیرم. برکت الله نعمت الله زاده با دروازه دسته خودش گل زد. امروز باز یک محافظتگر این نوبت از کلوب مرکزی ورزش ارتش هم اینجا خودگاه رو با نامش ثبت نمود. بازی ادامه دارد. گل کلوب مرکزی ورزش، حالا باز یک هجومی فوتبالزنی این دسته است. با قفا باز با کناری راست محمد اقبال دولتوف بسیار حالت خوب با گل نزدیک و ببینید دروازه‌بان کوایه گودسون چگونه زیبا بازی میکند. بعد ضربه لوکاس کوین کامرونی در حقیقت با اومدنش یک گل زد و هم ببینید چگونه ضربه‌های خوبی میزند. یک بار دیگر توجه کنید. اینجا انان جولیوس هم خیلی پرتوفتی اولی انجام داد. دروازه‌بان مایرونه این توپ رو برداشت، برگردوند و محافظتگران به او کمک کردند. ضربه زده بود انان جولیوس، اما دفاعگران صد گذاشتند. لحظه‌های خوبی بازی در قسم اول بیشتر بودند، در قسم دوم هم و دولتوف چگونه ضربه میزند به تیاری به آمادگی. بازیگری محمد اقبال دولتوف در مدار این بازی ها، حالا میتونم در این باره با شما معلوماتش رو بگم، این بله بازی چهارم است که با
майдон меояд. Ду маротиба дар бозиҳои пешина аз майдон гирифта шуда буд. Як бозӣ ба пуррагӣ бозӣ кард, хуб 226 дақиқа бозӣ кардааст дар майдон. имрӯз бошад аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад ва ма Исроил Холовро иваз кард. ин гуна бозигароне ки аз оғоз дар се бозӣ ба пуррагӣ бозӣ карда бошанд, дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиш 5 нафар ҳастанд. ин ҳусейддини маҳмадалӣ, ин Комрони Мирзохон, ин Бакинде Билонг Ҷерард ки имрӯз дар бозӣ ҳузур надорад, Комрон Иброҳимов ҳамин қадар миқдори бозиҳо кардааст ва Ваҳиддин Сафаров. 5 нафар. Дар ҳайати дастаи барқчӣ чӣ? Дар ҳайати дастаи барқчӣ ҳам тарзе мебинем. Готсон 270 дақиқа дар майдон аст, Баракатулло Неъматуллозода 270, инчунин Ҷовидон Хушвақтов бо Муҳаммад Камол ва Азизбек Далиев. инҷо ҳам 5 нафар мураббиён ба онҳо боварӣ карданд ки аз дақиқаҳои аввал то ба анҷом дар майдон ҳунарнамоӣ дошта бошанд. тӯб дар маркази майдон аз як пой ба пои дигар мегузарад, аз як даста ба дастаи дигар ба марказ фиристода мешавад. ҳоло инҷо Давлатов холӣ аст, аммо тӯбро ба пеш мепартоянд. як имконияти дигар зарба зада мешавад. Не, инҷо ҳолати нобозӣ буд. ҳолати нобозӣ буд барои бозигарони сипоҳиён. бале инҷо партоби хеле хуб аз ҷониби Ваҳиддин Сафаров иҷро гардид, вале дар ҳолати нобозӣ қарор дошт бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артиш. бо суръат бозӣ мекунанд барқчиён. бори дигар Саид Исроил Саидов. албатта ҳоло хулоса баровардан душвор аст ки ин бозӣ чӣ гуна анҷом ёбад, чунки ҳоло боз 20 дақиқаи дигар зиёдтар вақт боқӣ мондааст. клуби марказии варзиши Артиш ҳам ки садрнишин аст, ҳоло баъди дарҷ кардани лаҳзаҳои бозии дастаҳо бисёриҳо бар он ҳастанд ки дастаҳои ҳулбу клуби марказии варзиши Артиш, инчунин Вахш наметавонанд дар садри ҷадвал бошанд, зеро дигар дастаҳо ҳоло ба ин мавсим бо қудрату қувваи баланди худ бозӣ намекунанд. дар бозии имрӯза дӯстони гиромӣ, ман ҳаминро ҳам бояд ба шумо бигӯям ки 2 корти зард аз ҷониби довари вухӯрӣ нишон дода шуд. Шероз Шарипов аз дастаи сипоҳиён ва Фредрик Асанте аз дастаи барқчӣ муҷозот шуданд. ҳоло боз ин лаҳза Фредрик бо тӯб аст. ба қафо бозигарон Жерус Онана, хуб меояд ба Азизбек Далиев ҳам тӯб мерасад. Азизбек Далиев зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи барқчӣ аст. мо аз ҷониби футболбозони ин даста дуюмин зарбаи кунҷиро мебинем. дар қисми аввал як то буд ва ҳоло як зарбаи кунҷии дигар. аз ин пештар як зарбаи дигар ба назарам буд. сеюмин зарбаи кунҷӣ аст. баробар мешавад зарбаи кунҷӣ. ҳоло таваҷҷӯҳ ба Азизбек Далиев аст, бозигаре ки гол зад, аммо тӯб ба пои инҷо бозигари дастаи сарбозон бархӯрд, Комрон Иброҳимов, ва ба номи ӯ навишта шуд. ҳоло мо гуфтем дар мавсими имсолат тӯбро ба самар расмед. На, боз як зарбаи дигар ва боз тӯб аз майдон берун меравад. зарбаи кунҷӣ аст ё ки не? кӯшиши хеле зиёд аз ҷониби Комрон Иброҳимов, ҳамоне ки гол зад гуфтем ба дарвозаи худаш. ҳоло кӯшиш мекунад ки боз як зарбаи кунҷии дигарро баргардонад.
از ضربه کنجی تغییرات به وجود اومد. بخش 4 ضربه کنجی و اینجا کلوی مرکزی ورزش ارتش 3 تا. حالا فرصت هست برای بخشیون. ببینید 4 نفر اینجا آماده بودند که این توپی ربودشته رو بگیرن، اما نه. حالا باز کوشش دولتوف، باز یک امکان دیگر وایسیدین. تو از میدان بیرون میره. زود سربازان و یک ضربه بسیار هم عالی بود باز از کنار چپ. اینجا این ضربه عالی که از جانب محض شیراز شریفوف زده شد میتوانست اگر والا ضربه کنجی به برابر. ببینید گزارش خیلی خوب و با پای چپ چگونه ضربه عالی میزند، اما محافظتگر اینجا با سرش این توپ رو بالا برداشت. اگر نه اینجا گل شدنش ممکن بود. خوب بالا ببینید باز وایسیدین سفرов پرتوف انجام میدهد. خوب کپتانی سربازان در اینجا است کامرون و نمیگذارد که بازیگران برقچی به این توپ صاحب شوند. بختیار عظیموف رحمتشاه حالا در اکران‌های ما شما است. پرتوب دیگر انجام می شود. اینجا جونبک شریفوف توپ را از دست می دهد. سپاهیان هنوز اینجا با برتری صاحب هستند. این لحظه ها چند دقیقه هست که آنها پای در پای راه می جویند برای گل زدن. پرتوی خیلی خوب و ضربه هم گل. بسیار گل غلطی است، بسیار عالی است. و اینجا باز یک گل دیگر از جانب بازیگران کلوب مرکزی شهباز حبیبوف در دقیقه 74 گل سیوم و همچنین این گلی که حالا اینجا زده می شود از جانب شهباز حبیبوف از این پیش گل زده بود، 2 گل داشت و حالا این گل سیمش رو هم به ثمر رسوند. هم گل سیمی دسته سپاهیان. ببینید اینجا بسیار با هم خوب بازی میکنند. محض اینجا شیراز شریفوف با شهباز حبیبوف بله گل نوبتی خود رو به ثمر رسونید. بله حبیبوف اکنون شماره گل‌هایش رو برابر میکند با منوچهر جلیلوف. ببینید خیلی بازی میکند، خیلی ماهرانه بازی میکند. اینجا بازیگری برچی و توپ رو از دست میدهد. این میتواند خطرناک هم باشد. نه، محافظتگران اینجا باز اشتباه میکنند. باز یک بار دیگر همین لوکاس باز یک ضربه میزند. لوکاس همه امکانات ها رو میجوید که ضربه بزند و همین ضربهش هم خطرناک بود اگر سر گذاشته نمیشد. از نزد پای رحمت زوده این توپ رو گرفت. با دست جونبک شریفوف توپ رو میپرتوید. خب باز با میدان نزد دروازه اینجا، اما توپ رو اینجا فوتبالبازی کلوب مرکزی انیختر شهباز حبیبوف اداره کردن نمیتواند.
باز تو بعد از پای فوتبالبازی کلوبی مرکزی میآید. باز یک امکانیت از دور ضربه میزند. بله این ضربه تیروار رو ببینید. شیراز شریپوف این در 5 دقیقه آخر دومین ضربه خوبش است که یکی رو با سر برگردانیدند و حالا باشد چنان هم تیروار این توپ رفت که ببینید به یگان کس بر نخورد و دروازه‌بان هم با جست بلندش به این توپ نرسید. یعنی بلند بود. البته گل شکل است که اینجا حضور دارد این بازیگران رو زیر نظر خود خواهد گرفت. حالا ببینید اینجا چی است. اینجا باز اگر شیراز شریف باشد زود دوبار کارت زردش رو برآورد. با کی کارت زرد بگیرد؟ اگر به شیراز دیاد این کارت دومی زرد خواهد بود و اون میدان رو باید ترک بگوید. اگر نه اینجا برعکس رحمت زوده اینجا با شیراز شریپوف خلال وارد میکند. رامین آماده میشد برای با میدان آمدن از دسته برچی تحت رقم 21. دوبی رامین خوب از میدان از دسته برچی فردریک اسانته گرفته می شود. بله اینجا حالا دو نفری وضع می شوند. شیرزاد رجبوف هم با میدان می آید. خوب در این برابر رامین دوبی در 3 بازی اولی که دسته برچی داشت یک مرتبه از هایتی اسوزی گرفته شد، 2 مرتبه دیگر از کرسی احتیاطی به میدان آمد. این نوبت هم حالا او با میدان آمد. 180 دقیقه بازی کرد. از کارت زرد ندارد، گل نزده است. سخنها در باره مس رامین دوبی گانگی. شیرزاد رجبوف او یک بازی انجام داده است. یک اینجا اگر هم تو توجه کنیم یک کارت زرد در بازی اول گرفته بود. 63 دقیقه بازی کرده بود و اونجا با کارت سرخ از میدان رفت. این بازی دویمش است. اونه که تحت رقم 63 حالا با بازی وارد شد. 10 دقیقه دیگر تو انجام بخوری سپاهیان در صفحه پیش. ولی ببینید چگونه اشتباه‌ها در میانه میدان از جانب فوتبالبازان برقچی رو داده میشود، ولی به هر نوع توپ رو میگیرند و یک هجوم دیگر دلیف باز یک هجوم دیگر رو خیلی خوب با ضربه جمع بست میکرد، اما اکسیجین محمد علی در جایش از دروازه‌بان سربازان کلوب مرکزی ورزش در این دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی شیراز شریپوف خیلی هم خوب مجلو است. خوب ما دیدیم که اینجا در خط دیگر بازیگران هم خوب بازی میکنند. حالا باز ببینید توپ از دست داده می شود. لوکاس کوین از نزدیک پای او توپ رو میگیرند و فشار می آورند بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. رامین دوبی رو هم دیدیم از مرکز به صفحه پیشرفتنی است. باز یک گزارش ژیروس اونانا دلیف با خفا با رحمتشو و سپس باز رحمتشو این توپ رو میگیرد.
چیکار میکند رحمت شو نه پایغیج است و توپ از میدان بیرون میشود. چقدر اینجا چسب و تلاش برای توپ ها است، چقدر مبارزه است که ما اینجا میبینیم. امروز باز یک بازی دیگر وخوری بین دسته های هولبوک اسخط هست که اون رو هم شما میتونید تماشا کنید. حالا باز یک هجوم بارچیون با قفا با رحمت شو به مرکز و اینجا حالا ببینید فوتبال بازی کلوبی بارچی با هجوم میکنن. دلیف پرتابی عالی است اما کسی بله اینجا دور بلند بود. گفتم توپ شاید با کنج آخری دروازه میفراید، نه بلندتر بود. بله اینجا ازبک دلیف هم از دسته بارچی هنرش خیلی عالی است، صورتی بلند دارد. خب طبعا گفتم اینجا سرمربی دسته منتخب هست و او این لحظه ها رو زیر نظر هم دارد. باز یک پیشرفت دیگر هولبوک هلو با اسخط بازی میکنند. امروز دوری چهارم شروع شد و آهسته آهسته اکنون بله دلیف رو بسیار خوب استفاده میبرند. حالا باز یک بار دیگر ببینید اینجا پیش پا میدهند. چی میگه قرار دور چی است؟ باید ضربه زده شود. بله ضربه زده می شود از همین نقطه که حالا بود. حالا یک بار دیگر ببینید این سرعت رو ببینید. خوب دویدن هایش با کمالوف مانندی دارد. و حالا ضربه رو میبینیم از جانب بارچیون. همه در میدان نزد دروازه هستند. حساب رو باید برابر کرد. ضربه زده نشد اما حسین محمدعلی چگونه بازی میکند دروازه‌بان. آفرین بسیار خوب. هجوم جوابی سربازان با سرعت بلند 4-3 است. این لحظه ها توازن با هجوم رفتن و نهایت جانبک شریف فروزاده از پای میافتند و اینجا ضربه باز تعیین می شود با سوی دروازه بارچیون. داور چی میگوید؟ کارت زرد با روبرونی دسته بارچی میدهد و پیش از ما با یوورونی نه با خودی الفبک بیراموف او هم کارت زرد میگیرد. این همه در پروتکل بازی یا خود در همون لیست بازی ثبت می شود و بعدا فدراسیون فوتبال تاجیکستان کویته آداب اون قرار خود را درباره این ناقصی ها و این کمبودی ها میبرد و مجازات هم می شود. مجازات با مبلغ تو برگردانده میشد اما شماره زیادی فوتبال بازی دسته بارچی در میدان نزد دروازه‌شون قرار دارند. حساب 3-2 است. 5 دقیقه دیگر و با قفا با حسین محمدعلی که امروز چند لحظه ها رو دیدید خوب آرامانه برگردونید. توپ در مرکز میدان ژیروس اونانا سرعتی بلند دارن بازیکنان گانگی. امروز من دیدم خوب از اینجا مثلا لوکاس کوین از کامرون بود در کلوب مرکزی ورچارچ که حالا در میدان حضور دارد. اصلا از دقیقه اول باید به میدان اومد اما می اومد اما اونجا تغییرات شد. عبدالخلیق بارونوف اومد وقتی که گل زد نامش در پروتکل نبود اما عبدالخلیق بارونوف رو شناختیم گفتیم عبدالخلیق بارونوف در میدان است و این توپ رو به ثمر رسونید. دقیقه 5 بود و اولین گلش رو در موسم ان شاء الله به ثمر رسونید. آهسته آهسته وقت فنا میشه یابد، وقت تلف میشود. حالا یک بار دیگر ببینید اینجا گزارش انانی جولیوس بازیگری خیلی خوب فوق‌العاده تکنیکی بلند دارد. خوب در قسم اول شما دیدید چگونه فریب میدهد. بسیار هم بازیگر رو برخوردش با جاویدون خوشوقت فولو اینجا صادر شد
بله جولیوس جاویدان خوشوقتوف او هم امروز خیلی مسئولیتی بلند داشت. همه مسئولیتی بلند دارن ولی طوری میبینیم اولو با شیروز شریپوف کمک رسونیده میشود. اگر گوییم که بازی امروز برابر بود خطا نخواهیم کرد، چون که فوتبالبازان برچی هم یک گل سومشون رو زدن اما از حالتی بیرون از قاعده حسابیده شد و حالا باز فوتبالبازان دسته برچی امکانیت دارن، فرصت هست برای برابر کردن حساب. تا کدام درجه نمیدونم اما حالا اونها باز با پیش میروند، باز با پیش توپ رو میزنند اما اشتباه هم توپ با حریف میافتد و ببینید باز یک امکانیت گزارش خوب بود برای فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. همین گونه پشتی پای بازیکنان خیلی زیاد بود، از جمله از جانب مهران مدامینوف. حالا بازیگری که با تو بود کمی حالا نانمایان شد، چون که هجوم فوتبالبازان برچی تنها از کنار چپ است. از این کناری که حالا اینجا ما با شما رحمتزاده را دیدیم و همچنین بازیگری ممتاز این دسته عزیزبک دلیف را. عزیزبک دلیف باز برای دستش یک ضربه کنجی که پنجم است از ضربه کنجی حالا تغییرات به وجود آمد. و انتظار میشم که جاویدان خوشوقتوف چگونه این توپ رو با هم دستهایش میپرتوید به میدان نزدیک دروازه که اون رو قبول میکند و چگونه ضربه میزند. و بسیار هم خوب و برای چگونه این توپ دروازه نگردیده. یک بار دیگر ببینید دوستان گرامی، بسیار جالبیتی بلند داشت اما من نمیدونم چگونه بود اینجا. حالا لحظه تکرار رو خواهیم دید. تو با نظرم برای درونی دروازه رفتن آسان‌تر بود از اون که از دروازه اون رو بیرون کنن. حالا ببینید اینجا خوشبخت خوب توپ رو ارسال می‌نماید. با تو به کی اینجا مدامینوف، ولی دروازه‌بان چگونه اینجا کارنامه انجام می‌دهد. حالا از دوربین‌های دیگر این حالت هم دیده خواهد شد. چگونه فرصتی موافق برای گلزنی فوتبالبازان برچی استفاده نبردند. ثانیه‌های آخر چه خیلی از مهران مدامینوف دروازه‌بان این توپ رو برگردوند نمیدونم، اما چی میگن داوران، با ور توجه میکنن یا نه؟ حالا بله دستیارانی داوری مرکز که امروز این وظیفه رو بختیار کاملوف از کلوب دارد معاینه میکنن، میبینن که این حالت چگونه حالت بود. ولی بسیار حالت خوبی گلزنی بود، هم برای همه بازیگران، از جمله هم بازیگری که آخرین ضربهش رو اینجا محمد کمال زد برای او هم. داور خودش میرد میبیند این لحظه یا که چیز دیگر. گفتم اینجا خسروی صدیقزاد و امیرجان خورکشف هر دو در اون اتاقی هستند که اونجا ویدیو داور کار میکند. اونجا از نقطه نظری ویدیو داور هم بررسی میشود. حیران هم شدم مهران مدامینوف توپ رو بله بوسرش با دروازه زدنی بود ولی چگونه توپ از او رها خورد اینجا کمی نافهمه باقی میموند. خوب در این صورت اولو بازیگر عوض کرده میشود. اول داور رو توجه میکنیم که چگونه او این حالت رو بها میدهد.
اینجا هم در مقابل دلیف هم این حالت رو میبینن که پنالتی بود یا نه. بله اینجا ببینید ازبک دلیف رو زده از پای می افسونند محافظتگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ما گمان کردم که گل رو میبیند، نه، این حالتی قاعده رو ویران کردن محافظتگران در داخلی میدان نزد دروازه است. اینجا پیش از همه لوکاس است. حالا یک بار دیگر بله اینجا همین حالت رو میبینند، اما خوب بود اگر حالت دیگر رو هم دیدند که چگونه از مهران مردمینوف که با سرش توپ رو به تو داخل توری دروازه زد، این توپ بیرون برآمد. دروازه‌بان مگر اینجا صد گذاشت. هم کمی نوروشن است. خب به هر نوع این حالت رو دیدن ممکن. انا همین حالت چگونه یک لحظه بله این توپ از کی از دستی محافظتگر به بیرون اومد یا که چون که دروازه‌بان به این توپ نرسید. دو حالت در یک مورد. حالا دوبار رو میبینیم چی میگوید. پنالتی میموند. بله ضربه پنالتی تعیین میشود دوستان گرامی. ضربه پنالتی تعیین میشود و حالا ما و شما امکانیت داریم که باید همین حالتی که ماست لوکاس کوین پیش پای گذاشت و ازبک دلیف رو از پای زده افتونید. خوب بازیگران عوض میشوند. طرز حالا این لحظه میبینیم اوریون مهر به میدان آمده است و به جای کی به جای عوض نمیشوند. جاویدون خوش وقت در میدان باقی میموند. مهران مردمینوف همچنین 6 دقیقه ایلو میشد به وقتی اساسی بازی و ضربه رو کی میزند؟ توجه میکنیم. و این گلی غیر عادی از جانب ازبک دلیف. گلی پنالتی غیر عادی. من گمان کردم که تو با توری دروازه نمیرود، اما تو وارد توری دروازه گردید. باید یک بار دیگر این توپ رو تماشا بکنید که چگونه پرواز داشت. یا به نظر من نمود یا که همین گونه هم بود. این پیش از همه دلیف رو زده از پای افتادن. پنالتی برای همین افتیدن است. جزا برای همین افتیدن تعیین شد. و این ضربه رو ببینید. با ستون دروازه برخورده است. انا نیویت مشکلیه که بود. بله ضربه او خود سخت نبود، ولی اگر با ستون دروازه زده با دیگر طرف میرفت، نمیدونم این آخرین لحظه ها اوریون مهر با جای جاویدون خوشوقت میبراید بازیگری رقمی 8 عوض شد. همچنین ببینید اینجا از میدان موسی قهارов هم گرفته میشود و مهربان با میدان اومد. خب بازی نهایت زیبا. همگی چند لحظه دیگر باقی مونده. 3-3 نتیجه قدرت و قوت درمانی هر دو دسته است. هر دو برابر بازی کردند. خوبش کسی که تماشا کرد این چیز رو پای خواهد برد. اما من به شما میگم که بسیار بازی عالیه بود که اینجا ما و شما با هم تماشا کردیم. حالا این لحظه ها با پایان خواهند رسید و ما در حقیقت 6 گلی خیلی زیبا را هم دیدیم. نه تنها 6 گل بلکه گل های دیگر هم بودند اما حسابی نشدند. ما و شما در یک بازی در حقیقت پیصفان قرار داشتیم. کلوب مرکزی در جای اول است، در جای ششم برقچی، ولی برقچی امکان دارد این سال در موسم این سال باز خود را عالی نشان دهد. دلیف به نظرم با چشم سرمربی دسته منتخبی تاجیکستان رسید. خیلی فوتبال بازی با سرعت ملکه موردش هم خیلی عالی است.
یک گل زد با نامش ثبت نشد چونکی از محافظتگر بعدی برخوردنش به وارد توری دروازه شد. حالا باز یک امکانات دیگر می‌جویند بارچیان از دور ضربه سخت، اما این ضربه‌ای که حالا رحمت زوده میزند سخت نبود. دقیقه 97 هم پایان می‌یابد. اکنون سربازان تیزتر میخواهند با زدنی گل مشرف شوند. شهباز حبیبوف اونه که در بازی امروز مهارت او هم فوق‌العاده خوب است. خوب از مربیان باید از این نتیجه قناعتمند باشند، هم شمس‌الدین قاسمов و هم الفبек بیرامов، زیرا که بازی زیبایی نشون دادند شاگردانشون و همین بعد برای بازی‌های این دسته ها شاید مخلصان هم زیاد میشوند، چون بازی زیبا هر دو دسته خوب بازی میکنند. پرتابی دیگر خوب در جایش است. کوایه گودسون دقیقه 98 هم با پایان میرسد. دوبار غلوبوز اشاره میکند که با پیش باید زد و این وقت تلف شده در وقت دیدن لحظه های بازی از ویدیو دوبار و نهایت هشتگ میزند داوری بخوری امروزه و نشون میدهد که امروز این بازی دور چهارم لیگ تاجیکستان، لیگ اولی تاجیکستان میان دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و برقچی با حساب 3-3 با پایان رسید. یک بازی نهایت جالب بود که دوستان گرامی ما و شما با هم تماشا کردیم. بازی خوب بود و در پیش گل‌های زیبا داشت. من بودم با شما این بازی رو تماشا کردم. علویدین بوریف لحظه های بازی منظور شما میگردد. خیر تا بازدید تا گزارش های نوبتی. شاد و پیروز باشید.